سلام سلام عزیزای دل، فداتون بشم. این فیلم برای کساییه که فکر شلوغ بلوغی دارن. برای همه نیست، در مورد مدیتیشنه و برای همه نیست. ببین به دردت میخوره یا نه. ببینید، ذهن ما، فکر ما، مغز ما، سیستم کلان انسان دقیقاً مثل یک کامپیوتر داره کار میکنه. شاید کامپیوتر رو از روی انسان طراحی کردن، نمیدونم، ولی خیلی شبیه کامپیوتر هستیم. افکار میان، ازشون استفاده میکنی، برحال مثل کامپیوتره. کامپیوترم یه سری برنامه است، یه سری نوشته هاست که کامپیوتر از اونا استفاده میکنه و با هم کنج میکنه و میتونه کار بکنه. یه وقتایی پیش میاد، حالا بگذاریم بخوام خوردش کنم، که کامپیوترم هارد داره، پاور داره، همه اینا رو داره و انسانم ذهن و مغز و ناخودآگاه و خودآگاه و خیلی چیزا داره که با هم مقایسه بکنی خیلی شبیه همن. کامپیوترم یه وقتایی نیاز به ریست و ریستارت داره. عزیز دل، کامپیوتر، گوشی، هوش مصنوعی نیاز به ریستارت داره. یه وقتایی قاطی میکنه، هنگ میکنه، یه وقتایی تو احساس میکنه که سنگین شده. این نیاز داره یه دونه یه ریست بشه، یه صفر بشه، دوباره شروع به کار بکنه. مدیتیشن دقیقاً همون ریستارت است. هر وقت احساس کردی سنگین شدی، احساس کردی که یه خرطوخریه تو کلت، اون نظمو نداره، اون صافی و زلالی و پاکی، زلالی صافی درش نیست، شلوغ فلوغه، هر کی واسه خودش میاد میره، احساسات گمه، احساسات گم و گیجه. اصلا احساس کردی تو زمان حال نیستی، داری کاری که داری انجام میدی اون کیفیتی که باید داشته باشه رو نداره. اینجا هستی، داری کاره رو انجام میدی، یه 50% نیستش. اون کیفیت رو نمیتونی بگیری از کار، اون کیفیت رو از حضور ذهنت برای یادگیریت، برای استفادت نمیتونی بگیری. یه ریستارتش بکن، خودش صاف و صوف میشه، حل و حول میشه. کاری به بقیه چیزا ندارم. مدیتیشن خیلی کارا میکنه، خیلی چیزا میتونی ازش در بیاری، ولی این یکی گفتم شاید به درد بعضیا نخوره، فقط مخصوص بعضیاست، ولی اینم بهتون بگم، اونو برای جلالی گفتم، مطمئنم به درد همه میخوره، همه نیازش دارن. مگه میشه؟ امکان نداره. ولی شمایی که احساس میکنی که به هر حال زندگیت یه روال نرمالی داره و به هر حال امورات داره میگذره، داری به حال و حول خودتو میکنی و مشکلی به اون صورت نداری. حرفای منو اگر نفهمیدی تا اینجایی که حرف زدم، شما نمیخواد هیچ کاری کنی، برو ادامه زندگیتو بکن. نیاز به مدیتیشن نداری. نمیدونم وجود خارجی داری یا نه، چنین کسی هست یا نه، ولی اگر هستی نازش هستت، نازش هست. برو خوش باش. خداحافظ.